چطور سربازی رو تحمل میکنی؟ بیا یه نکته بهت بگم خفنه. ببین مثلا سربازی رو جز اون دسته از کارهایی که باید تحمل بکنی نمیبینم، با اینکه با مدرک لیسانس بهم درجه سرباز 0 دادن، چون به نظر من اون موقع مغز اون موقعیت رو به عنوان یک فشار میبینه و قبل اینکه کار سخت باشه برداشت از اون موقعیت کارو سخت میکنه. بعد گفتم شاید این یه فکریه که من دارم و مستاق علمی نداشته باشه. اومدم بررسی کردم دیدم نه بابا، توی روانشناسی ما قاب‌بندی ذهنی و ارزیابی شناختی رو داریم. یعنی اینکه مغزت یک موقعیت رو چطور معنا میکنه روی میزان فشار و تحملی که حس میکنه اثر داره. اینکه میای میگی وای ورزش چقدر زجرآوره، وای درس خوندن چقدر طاقت فرساست، خب معلومه حتی اگه بی انجامش بدی باعث خستگی یا فرسودگیت میشه. من سربازی رو میومدم به چشم این میدیدم که خب موقعیتیه که تو میتونی چیزایی که یاد گرفتی و توش استفاده بکنی. روز دوم حضور در یگانم بود و من اومدم درخواست مرخصی کردم. روز بعدش رفتم مرخصی، همه میگفتن وای تو چقدر پارتی داری، در حالی که واقعا اصلا اینجوری نبود. من اومدم چیزایی که در مورد ارتباط موثر با آدمو یاد گرفته بودم و گفتم تست بکنم ببینم جواب میده یا نه، که جواب داد و روز بعد رفتم مرخصی. من اینجا سعی میکنم مهارتایی که یاد میگیرم و تمرین میکنم رو نشون بدم و بهترین راه یادگیری مشاهده است. دوست داشتی فالو کن.